بحث پایانی ما بحث درباره این کشت تریاک و این موارد است که با توجه به اینکه در افغانستان کشت رو ممنوع کردن دیگه، حالا اینجا در بلوچستان شروع شده و در حد گسترده شروع شده. زمین های قبلا توی کوه ها میکاشتن، حالا داخل مزرعه ها میکارن، داخل باغ ها میکارن، داخل خونه ها هم میکارند. من هشدار میدم عزیز من، برادر من، پدر من، پسر من، درست یک پولی دستت میاد، اما میدونی عواقبش چقدر بده برای فرزندانت، برای نسل بعدی؟ شما درستی میگی من جای دیگه میفروشم، نه، شراب که تو خونه باشه آخر استفاده میشه. افغانستان همینطور میگفتند، اما بعد از اینکه جمهوریت رفت 30 میلیون معتاد تحویل داد. فقها اتفاق نظر دارن کشتن مواد مخدر، تریاک، حرام هست. شیخ الحدیث فتوایش موجوده، مولانا محمد یوسف، مولانا مفتی شهداد رحمت الله علیه، دیگه فقهای اعلام موجوده که کشت تریاک، معامله تریاک و هیروین و مواد مخدر حرامه. حالا با حرام میخوای شکم تو سیر کنی، عواقب خوبی نداره. در شکمی که پول حرام بره اون عواقب بدی داره، فرزندانتون نافرمانتون میشن، مخالفتون میشن. لحاظا من توصیه میکنم هر چه کردیم برگرد، ول کنی، کم بخور حلال بخور. لذا نه کار کردن برای زمین تریاک جایزه، نه لودر و تراکتوری کسی داره جایزه، اینا همه حرام و باید ترک بشه، امروز از بین ببر. وقتمانگامی از گرسنگی بمیر اما به سوی تریاک نرو. توصیه میکنم به ائمه جمعه، به ریش سفیدان، این که حالا اینجا مسئولین بلوچستان ویل کردن اگه کسی در که تهران بکاره یا مشهد های میگذارن، نه، اما ویل کردن یک حرفهایی هست پشت سر. خودمون حواسمون جمع باشه. الله تعالی توفیق عمل اینا بفرماین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.